سلامی چو بوی خوش آشنایی. دکتر فرانک فریدزاده هستم با کار دیگری از یک صاحب قلم و عارف دیگر در خدمتون هستیم. وقتی که میگیم عارف یعنی که کسی که حتما به جهان پس از مرگ اعتقاد داره، ولی نوع اعتقاد عرفا به عالم پس از مرگ بستگی به درجه عرفانشون متفاوته. از کی میخوایم صحبت کنیم؟ از شمس تبریزی. شمس تبریزی که حال و احوال مولانا را دگرگون کرد و مولانایی که یک مجتهد بود، یا مفتی، همون مجتهد سنی هاست، یک مفتی بود، به ناگاه اصلا دست از همه اینها شست و به شعر سرودن و رقصیدن در بازارها و در جلسات مختلف، همون رقص سماع، آغازید. چرا؟ چی شد؟ این شخص چه نگاهی داشت و برای چی تونست اینقدر مولوی رو تغییر بده؟ اول از همه ما باید بدونیم که طبق اسنادی که در تاریخ هست، شمس یک فرد بسیار کم سخنی بوده و یک فرد بسیار تندخو به گونه، یعنی حوصله نداشته و خیلی موجز و کوتاه سخن میگفته و با هر کسی سخن نمیگفته. اگر کسی رو به اصطلاح لایق حرفهای خودش میدونسته و مستعد اون میدونسته صحبت میکرده. یک عارف بسیار بزرگ بوده و حتما به جهان آخرت معتقد بوده و اصلا از مرگ نمیترسیده. حالا در این مورد ما میایم چی کار میکنیم؟ از آثار خود شمس، بعضی از سخنانی که از شمس مونده و همینطور از آثار مولانا، نگاه شمس رو به اصطلاح نسبت به حیات پس از مرگ بررسی میکنیم، چون که مولانا کاملا تأثیر پذیرفته از شمس تبریزی است. در مقالات شمس تبریزی میخوانیم که اون دنیا را همچون بسیاری از عرفا زندان میداند که مؤمن در آن اسیری بیش نیست و مرگ را راه خلاصی آدمی از زنجیر اسارت میداند. مرگ در نظرگاه او گسستن این زنجیرها و فراری عظیم است. همین که در آیه قرآن داریم ففروا الی الله، به سوی خدا فرار کنید. این گونه میگوید یکی میگریست که برادرم را کشتند تتاران، دانشمند بود. گفتم اگر دانش داری دانی که تتار او را به زخم شمشیر زنده ابد کرد. آخر دنیا سجن مؤمن است، یعنی زندان مؤمن است. اندوه بازماندگان برای شمس بی‌معنی است و با لحنی متعجب و پرسشگر آنان را خطاب قرار داده میگوید یکی از زندان بجست، بر او بباید گریست که دریغ چرا جست از این زندان؟ زندان را تتاران سوراخ کردند یا سبب دیگر او برون جست. یعنی دلیل مرگ هر چیزی که باشه، نتیجهش که بیرون و رها شدن از این زندان تنه. روبرو شدن انسان با پدیده مرگ و نهایتاً تسلیم آن شدن علل مختلفی داره. گاهی اوقات افسوس آدمیان از کیفیت موت است، از اینکه به چه سببی موجبات هجرت از این عالم به عالمی دیگر برای انسان فراهم می آید. در این باره آدمی به طرح مسائل گوناگون می پردازد. شمس وقایع مختلفی که موجب وقوع این حقیقت همیشگی می شود را تنها بهانه ای می داند و چون و چرای بشر را مذمت نموده. میگوید تو میگویی که دریغ آن تیر بر آن دیوار زندان چرا زدند، بر آن سنگ چرا زدند؟ دریغ نیامدشان از آن مرمر لطیف؟ یا کنده‌ای بر پای او بود بریدند؟ او جست، تو فریاد میکنی و بر سر روی میزنی و میگریی که دریغ آن کنده را چرا بریدند؟ چرا این بار سنگینی که به پاش بستن یا زنجیر رو بریدن، چرا گریه میکنید؟ حرف شمس اینه، چون که برای مؤمن یعنی فرار از این زندان تن مرگ.
استعاراتی که شمس در این عبارات کوتاه به کار می‌برد و به نحوی موجز تلقی وی را از مرگ می‌نمایاند. اشارات او به دنیا همانند زندان، کنده، قل و زنجیر و یا استفاده از تعبیر قفس و رهایی در این عبارت که می‌آورد یا قفس شکستند و میزاری آن قفس را چرا شکستند تا آن رهایی یافت، یا دنبلی را شکافتند تا چرک ها و پلیدی ها برون رفت، نوحه آغاز کردی که دریغ آن چرک ها چرا رفت. و بله، حیات دنیوی رو به گونه‌ای سخت میدونه و مرگ رو مثل یک عمل جراحی میدونه که به اصطلاح یک غده بدخیم چرکین رو از بدن خارج کردن. پس خود مرگ رو اینجور میدونه که با مرگ این جراحی انجام میشه و ما از تن خلاص میشیم. تمامی این اشارات گویای فهم عمیق و درک درست عارفی شوریده و به کمال رسیده است که دوران زندگی آدمی در جهان فانی و آلوده شدن او به زنگار گناهان را به رشد و نمو و دنبلی چرکین می‌داند. در واقع معاصی ساحت پاک وجود انسان را به موضعی چرکین بدل می کنند و تنها مرگ است که موجب شکافته شدن این دنبل گردیده و پلیدی ها را می زداید. گناهان باعث میشه که روح چرکین میشه و مرگ باعث میشه که این چرک ها از بین بره. در جای دیگر می‌آورد که این دنیا همچون خانه‌ای تنگ و تاریک است که آدمی توان دستیابی به روشنایی را ندارد، اما آن جهان آنچنان که در قرآن و احادیث آمده سرایی بزرگ است و تجری من تحتها الانهار که نام مرد بر آن نشاید نهاد. یعنی گویا یک باغ‌های زیبایی که از زیر اون نهرهایی جاریه که خب همه ما کمابیش میدونیم که اینها سمبولیک و متافور هستند به اصطلاح و برای نزدیک شدن به فهم ما باید مثالهای بهشت و دوزخ به اون گونه گفته می شده که ما بتونیم بفهمیم. شمس پس از بیان تعابیر خود از پدیده مرگ حقیقی را غفلت از حق می داند. این خیلی مهمه. مرگ حقیقی ممکنه نفس بکشی ولی مرده باشی، وقتی که وجودت به اصطلاح منشأ و منبع اصلی نور و اصل نیست. او معتقد است انسان با فرصتی که در این چند روزه عمر به او عطا شده میباید تمام کوشش خود را مصروف رسیدن به حق نماید. معنای واقعی زندگی همین کوشش است، همان گونه که خداوند در قرآن میفرماید یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، حقا که تو به سوی پروردگار تو به سختی در تلاشی و او را ملاقات خواهی کرد. همه خوب می‌دانیم که هر چیزی به اصل خود رجوع می‌کند. تسخیر کل فرع الی اصل، هر فرعی به اصلش برمیگرده. هدف روح انسانی رسیدن به اصل خود یعنی حی لا یموت است. پس هدف روح انسانی رو اینجور می‌دونه که رسیدن به جاودانگی در واقع و به اصطلاح زنده بودنی که درش دیگر مرگی وجود نداره. شمس مردگان را زندگان حقیقی میپندارد و بازماندگان در این دنیا را نهیب میزند که به خود گریه کنید نه بر رفتگان. شمس خجندی بر خاندان میگریست، ما بر وی میگریستیم. بر خاندان چه گرید؟ یکی به خدا پیوست بر او میگرید و بر خود نمیگرید. اگر از حال خود واقف بودی به حال خود گریستی، بلکه همه قوم خود را حاضر کردی و خیشان خود را و زار زار بگریستی برای خود. یعنی آدم واقعا همینطوره. اگر فکر کنی احوال خودمون فکر کنیم، شاید باید بیشتر برای خودمون قصه بخوریم و اشتباهات و اشکالاتی که باعث شده که از مسیر حق منحرف بشیم، نه برای کسی که از دنیا رفته. به خاطر کسی که از دنیا رفته رها شده.
در جای دیگر این عارف مسلمان پروسه مرگ را رسیدن به نور تلقی می کند. نوری که تاریکی در پی نداشته و ظلمت را بدان راه نباشد، یا ذوقی مدام و جاودانه. مردن آن باشد که باز تاریکی پیش نیاید، آن ذوق پیوسته است. یعنی پیوستن به نوره. و سهروردی از مراتب نور بسیار صحبت کرده و به خاطر صحبت‌هاش و این قضیه مراتب نور هم که خیلی مورد مذمت و تکفیر و اینجور حرفا قرار میگیره و مراتبی هست برای رسیدن به نور، به اندازه این که ما چقدر تلاش کنیم که نورانی بشیم و یک ذوق پیوسته است. او بر فیلسوفان خورده میگیرد و تقریر آنان را از عذاب قبر و عوالم پس از مرگ مورد انتقاد قرار میدهد. دقیقا همینی که گفتم، عذاب قبر و یا مثلا بهشت و دوزخی که توصیف شده، اینها استعاره و سمبل هستند. وقتی میگن قبر، بدن رو واقعا فشار نمیده، بلکه همینجور که الان توضیح میده شمس میگوید عذاب قبر رو پس از آن را به طریق عقلانی تفسیر می کند و خو کردن تن و جان و اشتغال به امور دنیوی همچون زن و فرزند و انواع لذات دیگر همگی موانعی است که مرگ را در نظر آدمی امری دهشتناک قلمداد می نماید. اگر نام مرگ بگویند پیش او را 1000 مرگ باشد. یعنی که به اصطلاح اون تعلقات و وابستگی های مادی وقتی تازه آدم از این دنیا میره ممکنه تا بخواد روحش به بالا به پیونده، اون تعلقات یه مقدار اذیتش میکنه و اون تعبیر به فشار قبر میشه، چون بستگی داره که تعلقات آدم چقدر عمیق باشه، چقدر کم یا زیاد باشه و به میزان اون عذاب میکشه. یعنی کسی نیست ما رو عذاب بده، خود ما هستیم و وابستگی هامون و نوع رفتار و اعمال و نیاتی که داشتیم که این قضایا رو برای ما پیش میارد. در حالی که اگر انسان این دنیا را تنها گذرگاهی به سوی دنیای جاویدان و وصال معشوق حقیقی بداند، دچار این تعلمات نخواهد شد. نوشیدن جام شوکران از دست معشوق بسی شیرین‌تر از شکر به دهان می آید. یعنی حتی زهر از دست معشوق بهتر از شکر خوردن. زهر از دست معشوق شاید مثلا به همون مرگ که خیلی از ما ازش به تلخیات میکنیم، ولی واقعا مرگ زهر نیست، یک نوع شفا و یک نوع رهاییه. چه بسا اشتیاق به مرگ چونان در جان آدمی شعله میکشد که گویی آن مرگ نیست، بلکه حیاتی ابدی است. ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانوا یعقلون. یعنی اینکه این دنیا به جز بازیچه‌ای بیش نیست و سرای آخرته که همیشه وجود داره، چرا تفکر نمی کنید؟ و در رابطه با این که میگه ایشون معتقده که مردگان زندگان حقیقی اند، حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستش که میفرمایند که مردم خوابند، وقتی میمیرند بیدار میشن. یعنی یک توهم این دنیا در مجموع، وقتی که میمیریم تازه پرده ها کنار زده میشه و حقایق رو میبینیم. در پایان توصیه های شمس تبریزی را برای به سلامت گذشتن از این سرایی و شتافتن به دارالقرار می آوریم. دارالقرار یه جایی که میشه دیگه قرار گرفت و آرام گرفت، که میگوید پس این سخن همچو آینه است روشن، اگر تو را روشنی و ذوقی هست که مشتاق مرگ می باشی. مبارکت باد، ما را هم از دعا فراموش نکن. و اگر چنین نوری و ذوقی نداری، پس تدارک بکن و بجو و جهد کن که قرآن خبر میدهد که اگر بجویی چنین حالت بیابی، پس بجوی. فتمنی الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگین مرگ رو تمنا کنین. مرگ به 2 دلیل ناخواستنیه. یکی این که آدم از چیزهایی که نمیدونه چی هست دقیقاً وجود انسان میترسه.
ما دقیقا نمیدونیم که کیفیت جهان غیر مادی پس از مرگ چگونه است. و دوم اینکه وابستگی هایی که اینجا داریم دلمون نمیخواد بمیریم و غیر از اون خطاهایی که کردیم به طور ناخودآگاه در وجود ما و در به اصطلاح پس ذهن ما هستش که میدونیم که مردن باعث ممکنه که اینها رو بخوایم جواب بدیم و آماده نیستیم. پس برای همینه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگین مرگ رو آرزو کنین. هر حالی و هر کاری که در آن حال و آن کار مرگ را دوست داری، آن کار نکوست. پس میان هر کاری که متردد باشی در این آینه بنگر که از آن دو کار با مرگ کدام لایق تر است. واقعیت این مرگ و زندگی دو روی یک سکه هستند. تا زندگی نباشه مرگ نیست، تا مرگ نباشه زندگی نیست و این قضیه رو ایشون بیان میکنه. دوباره در کتاب مقالات اومده که اگر او مرادها در آن عالم دیدی، مشتاق رفتن بودی به آن عالم. پس آن مرگ نبودی بلکه زندگی بودی. پس نقل دگر بود و مرگ دگر، یعنی نقل مکانی است. مثلا اگر تو در خانه تاریک باشی و تنگ، نتوانی تفرج کردن روشنایی را در او و نتوانی پای دراز کنی. نقل کردی از آن خانه به خانه بزرگ و سرای بزرگ که در او بستان باشد آب روان، آن را مرگ نگویند. هرچند ما اسمش رو ما فکر میکنیم وقتی کسی میمیره جسمش و در بین ما در این با این حیات مادی نیست پس وجود نداره دیگه. نه، هستند، همینجا هستند. نظریات صوفیانه و عارفانه و شریعت مدارانه اینه که بله زندگی پس از حیات وجود داره که خود من هم با این موافق هستم. بعد میاد جای دیگه شروع میکنه از این صحبت میکنه که اینجور تصاویر رو که ما از به اصطلاح شمس تبریزی در مورد مرگ و جهان پس از مرگ و زندگی دیدیم، این تصاویر در شعر مولانا وجود داره، چون مولانا تأثیر پذیرفته از شمسه. مرگ هم چون شکستن قفس است، مرگ هم چون کنده‌ای که بر پای یک زندانی هست گسیخته میشه. مولوی هم درباره شهیدان کربلا این همین سخنان شمس رو میگه. غیر از این تعابیر، شمس از کسی به نام شمس خویی یاد می کند و کسی را دیدم که مصیبت خاندان پیامبر داشت. میگوید خجندی میگوید مصیبت خاندان میدارم، مصیبت خود را فراموش کرده است. همچنین یاد می کند از شهاب حریوه که درباره مرگ میگفت مرگ بر من همچنین است که بر پشت شخص ضعیف جوال گران نهاده باشند، یک گونی بسیار سنگین. اعوانان به ظلم و بر کوه بلند می رود به 1000 جان کندن. کسی بیاید و ریسمان آن جوال را که برگردن او بستن فرو برد تا جوال از پشت او فرو افتد، چون سبک شود و خلاص یابد جانش تازه می شود. یعنی این زندگی مثل یک بار سنگینیه که این بار انگار یه بار سنگینی داشته باشی و با این بار داری سربالایی رو هم میری و اون سختیش رو چندین برابر میکنه بردن بار رو. ولی مرگ مثل اینه که یکی بیاد و این نخ این جوال رو بکشه و از تو جداش کنه و تو سبک بشی. در فهم سخنان مولانا شاید هیچ منبعی بهتر از مقالات شمس نباشد و در فهم کتاب شمس هیچ متنی بهتر از اشعار مولانا نیست. در حیطه الهیات و خداشناسی شمس چه ها گفته و چگونه ما میتوانیم در آثار مولانا ببینیم و در آثار شمس میتونیم چیزهایی رو ببینیم که در به اصطلاح شمس گفته و این دو از همدیگه تأثیر پذیرفتن، هرچند که تأثیر عظیم رو در واقع مولانا پذیرفته. ولی من معتقدم که شمس هم به گونه‌ای تأثیر پذیرفته از مولانا، چون شمس در پی کسی بوده، در جستجوی کسی بوده که بتونه این دانش رو که داره
دانش معنوی و علم لدنی رو که داره بهش منتقل کنه. بنابراین این یک جور برده برای شمس که کسی مثل مولوی رو تونسته پیدا کنه که استعدادش رو داره و مستعد این بوده که زمینه مستعدی داشته که بتونه به اصطلاح علم معنوی رو یاد بگیره و به تحریر در بیاره، به زبان زیبای شعر. چون همون جوری که گفتم مولوی کم حرف بوده و خوشخو هم نبوده. آدم‌های کم حرف آدم‌هایی هستن که اغلب، نه همگی، بسیار عمیق هستن و حوصله و صبر پرت و پلاهای اطراف رو ندارند. پس بنابراین شمس نمیتونسته اون علم رو به زبان بیاره و بیان کنه برای بقیه. این دانش و این دانه رو در زمین مستعد روح مولانا میکاره و مولانا میتونه اون رو گسترش بده که الان داریم میگیم پس از قرنها مولانا شده و مولانا حرفهاش تازه دارن در United States of America، در آمریکا و کشورهای دیگه به نام رومی اون رو میشناسند و از اشعار عمیق و با فلسفه بسیار قوی از اون اشعارشون لذت میبرن. شمس میگوید که خدای زنده داریم تا چه کنیم خدای مرده را. المعنی هو الله، عهد خدا فاسد نشود. این که معنی خدا سخن بسیار عمیقی است. در آموزه های عرفانی خدا معنایی است که در فراسوی این صورتهای عالم یافت می شود. خدای زنده، خدای حی و قیوم، خدایی که در آیت الکرسی به حی و قیوم بهش اشاره میشه که وسع کرسیه السماوات و الارض و بر همه کائنات احاطه داره. پس ما میبینیم که مولوی خیلی خوشبخته که شمس رو ملاقات میکنه و شمس هم خیلی خوشبخته، چون شمس ممکن بود هیچ وقت کسی مثل مولوی رو ملاقات نتونه بکنه در زمان حیاتش و اون دانش معنوی رو که داشت با خودش به خاک ببره، ولی این زمینه مساعد فراهم شد و زبان گویای علم لدنی شمس تبریزی مولوی شد. علاوه بر این که درونیات خودش هم مولوی کشف کرد و این هم از قصه شمس تبریزی که این به اصطلاح ربط بزرگی داره به مولانا. این دو به هم دیگه در تاریخ وابستند و وقتی که با هم ملاقات میکنند میگه هر چیزی که علم داشتی و این کتاب‌هایی که خوندی، شمس به مولوی میگه همه بیهوده است، علم درونیه. الان هم در این دوره، حتی در همین دوره تکنولوژی، کسایی که میخوان به سطح خودآگاهی و آگاهی درونی برسند اینو میدونن که آدم باید با تهذیب و پاکیزه کردن نفسش به یک درجات بالاتری برسه. اونو درس نمیدن توی به اصطلاح مدارس. شما میتونید دکتر باشین، مهندس باشین، وکیل باشین، ولی که انسان بودن و نه تنها انسان بودن بلکه دیندار بودن و به مراحل اعلای ارتباط با حق رسیدن تلاش‌های فراوانی نیاز داره. و من در این مورد بعداً صحبت خواهم کرد که چرا اصلا انسانیت چیست، دینداری چیست. ما قبل از اینکه دیندار باشیم باید خصوصیات انسانیمون رو تقویت کنیم. اگر بتونیم به اون مرحله انسانیت برسیم، دیندارهای خوبی میشیم و دیندارهایی میشیم که در رندخو نیست. ما دیندارهایی داریم که مثلا معاویه و یا یزید نمازشون ترک نمیشد، ولی اینها به اون مرحله انسانیت نرسیدند
و پس بنابراین دین برای اونها اونجور عمل نکرد، بلکه یه حالت برعکس عمل کرد. یاد یکی از یه چند بیتی از اشعار مولانا میفتم که در مورد قرآن مجید میگه: زن که از قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی میان چه شدند. میگه این قرآن مانند یک طنابه، با این طناب تو میتونی بری بالا، به مراحل بالا برسی، میتونی بری ته چاه. پس صرف عمل کردن به اعمال دینی دلیل وارستگی نیست، بلکه نوع تفکر و نوع برداشت ماست که باید انسانی و خدایی باشه. زمان دیگری در خدمتون خواهم بود. با دلم میخواد واقعا شعر در مورد مولوی، مقالات ببخشین شمس تبریزی، اون 40 مرحله و 40 اصل عشق رو براتون بیان کنم که در جلسات بعد این کار رو خواهم کرد. شاد و سرفراز باشین. وقتتون خوش.